إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. از هر چه اولتر از شما بزرگا، علما، متنفذین ممنون هستیم که همینجا جمع شدی و با یک دیگه دیدار میکنیم و اینمی درد و غم ملت عزیز با یک دیگه شریک میکنیم. شما هم علما هستی، تشنه علم هستی، تشنه آبادی و کامیابی کشور عزیز و مردم عزیز هستی. همین برنامه از امارت اسلامی افغانستان هم هست. خدمت شما عرض کنیم که دسایسی خیلی کلان و بزرگ الحمدلله به توسط شما علماء کرام و به توسط فالسی مدبرانه امارت اسلامی افغانستان پی یکی دیگر ناکام شده. اگر دور نرویم، در اینمی 8 ماه گذشته وقتی که امارت اسلامی افغانستان به تمام شهرهای بزرگ حاکم شد، چه توطئه هایی نبود که در مقابل امارت از او کار گرفته نشد. اولین تشویش که دشمنای اسلام و افغانستان و دشمنهای اهل سنت و اهل تشیع در اذهان مردم انداخته بود، همی بود که بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان شاید یک قتل و کشتار خدا نخواسته صورت بگیره. باور بکنید ما در وقتی که در دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان مسئولیت داشتیم، او وقتا بمبار هم بود، راه هم بند بود، ما بسیار به تکلیف کمپین خود، پروگرام خود از ولایت دایکنډي از ولسوالی کجران شروع کردیم. به این خاطر که به برادرای اهل تشیع یه پیغام داده شود که در مابین ما و شما تفریقه نیست. و اونجا که ما رفتیم نه برای ما کدام تانک بود، نه اسلحه بود، نه قطعات بود. به اون مردم با اونجا گفتیم که اعتماد است که همین جامعه ایم و به این سادگی. الحمدلله بعد از او در تمام ساحات هزارجات و در تمام ساحات اهل تشیع با امارت اسلامی افغانستان برخورد نشده. این یک پیروزی و یک خبری خیلی خوب برای ما و شما هست که الحمدلله یک قطره خون ناحق ریخته نشد. همچنان بعد از او دشمن کوشش کرد. همینجا در اینمی میدان هوایی کابل شما دیدی که طیاره ها و قطعات خارجی ها در خدمت بود که مردم تعلیم یافته کشور از افغانستان بیرون شود. اونها را ترساننده بود، اونها را تشویش انداخته بود تا که حکومت افغانستان از استعدادهای علمی و مسلکی محروم شود. ولی الحمدلله کسانی که دلشان با او میخواست و رفت، ادارات ما و شما علی هم الحمدلله از قدرهای مسلکی پر است و هیچ خلا محسوس نمیشه، فضل خداست. بعد از این خواست که اقتصاد ما و شما سقوط شود. تحریم ها سر افغانستان، سر بانک های افغانستان وضع شد. و الحمدلله عواید افغانستان منظم شد، تنظیم شد، جمع شد، اختلاس و خیانت دور شد. الحمدلله ما و شما به حدود 500,000 مامورین تنخواه میتیم و او تنخواهی که سابق می بود به او اندازه میتیم و حکومت الحمدلله روز به روز به پا ایستاد میشه. اینمی دسیسه دشمن هم ناکام شد. بعد از این کوشش کرد که
تفرقه بیندازه و امارت اسلامی افغانستان به یک قوم منسوب بکنه. الحمدلله آل شما میبینی از بدخشان تا هرات، از فاریاب تا کندهار، اینمی عید گذشته یک مثال و یک نمونه خیلی خیلی خوب است که هیچ واقعی ناگوار رخ نداد. یعنی در 40 سال گذشته شاید همینطور پر امن و با اطمینان عید تیر نشده باشه. و باز هم دشمن کوشش میکنه که در مابین اقوام افغانستان و در مابین مذاهب افغانستان تفرقه را ایجاد بکنه. الحمدلله شما در جریان هستی. در حدود 400 ولسوالی که داریم، 34 ولایت، تا به حال دشمن به یک پوسته کوچک هم کامیاب نشده که تصرف بکنه. وقتی که در این عرصه ناکام شده، در مساجد، در تکیه خانه ها، در جاهای مراکز دینی و پرازدحام و مکتب و جاهای تعلیمی انفجارات میکنه. خدای او هم الحمدلله ناکام میشه. چرا ناکام میشه؟ هدفی که اونها داره که در مابین مردم تفرقه بیاندازه، در او هدف ناکام است. هم برادرای اهل تشیع میفهمه، هم برادرای اهل تسنن میفهمه، همه میفهمه که در ساحه دشمن است. و الحمدلله امارت اسلامی افغانستان و تمام قوتی که داره در مقابل مردمی که امی طور اعمال انجام میده استاد است و بسیار پروگرامای خوب داره و در بسیار ساحات کامیاب شده. حتی برای نمی کسانی که اینجا نمی اعمال انجام میده چه تبلیغات شد از بیرون که هیتور یک قوت است و هیتور قوت است و هیتور است، شاید هیتور افغانستان خراب کنه و هیتور عملیات انجام بده. لیکن الحمدلله در نمی 6 ماه گذشته تماما پروگرامش دیگرش الحمدلله ناکام شد. یه هم تدبیر شما مردم، حوصله شما، رهبری شما و سیاست مدبرانه امارت اسلامی افغانستان هست که الحمدلله در این عرصه هم ما و شما کامیاب هستیم و دشمن ناکام هست. درباره سیاست خارجی به خدمت شما عرض کنیم که پالیسی امارت اسلامی افغانستان مثل که جناب شیخ صاحب گفت یک سیاست متوازن. ما نمیخواهیم که بعد از این افغانستان مرکز و میدان مقابله های ابرقدرت و یا دیگر قوت ها باشه. افغانستان در 4 دهه گذشته بسیار تکالیف دیده. حالی از ما و شما امی میخواهد که اینجا امن باشه، با هیچ کشور خارجی در جنگ نمی باشیم. وعده که سپرده ایم که بعد از این خاک افغانستان به ضد هیچ کس، هیچ کشور استعمال نمیشه، به او وعده ایستاد هستیم. و اینمی پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. حتی در بعض مجالسی که ما با خارج میریم، بعضی کشورها میگه که اونجا شما با اقلیت اهل تشیع چه برخورد میکنی؟ ما انکار میکنیم که برادر اونجا اقلیت نیست. اهل تشیع و اهل تسنن هر دو یک رقم حقوق داره. حقوقی که اهل سنت داره اهل تشیع هم داره. اینطور نیست که خدا نخواسته اونجا او را به نظر یک جداگانه نگاشته میشه. خب بعد از این هم انشاءالله تعالی ما امیدوار هستیم که در بسیار از عرصه ها هسته پیش میریم. درباره حکومت پیالی اکثر از ما سوال میکنه که حکومت پراگیر جور شد. ما در جوابش میگیم که ما خود کوشش میکنیم که خوب همه شمول و پراگیر تر شود، ولی خدمت شما عرض میکنیم که اگر پراگیر معنای شامی است که از همه
مناطق افغانستان وزرا و مامورین داشته باشه، خب ما از کابل وزیر داریم، از پنجشیر داریم، از بدخشان داریم، از فاریاب داریم، از کندهار و ننگرهار و اکثر مناطق داریم، از اکثر اقوام داریم. اگر حکومت پیشین که اینجا می بود به سرپرستی اشرف غنی، اگر او پراگیر و همه شمول بود، حالی خو کلانه اشرف تا و نمک حکومت خو مکمل هم اینجا مانده. یعنی 500,000 مامورین خو از وقت هست، در او کلانه هم هست، خورده هم هست، همه حالی در حکومت هست. یک کس با این نام از وظیفه منفک نشده که یا تو از کدام مذهب هستی، از کدام قوم هستی، از کدام ولایت هستی. با این نام تابالی الحمدلله یا در حکومت سابق کار کرده، با این نام کس از وظیفه منفک نشده. پس اگر او حکومت پراگیر بود، این چرا نیست؟ در نروژ مجلس داشتیم با نمایندگان امریکا و اروپا و همه کشورهای اروپایی. باز اونها که اینمی موضوع را مطرح کرد، ما یک سوال کردیم که ما و شما دو نمونه داریم، یک خود افغانستان و یک کشورهای منطقه. شما در اینمی 50 سال گذشته با ما یک مدل و یک نمونه را پیش کو که ما همه طور حکومت میخواهیم. گفتیم مثل حکومت کمونیستا واره که همه موی سپیده و علما و متنفذین زنده در گور کرد. حکومت بعد از اینکه جور شده از مجاهدین که چه حالت با ما بین آمد، چه قتل و کشتار بود که نشد. بعد از او حکومتی که در بن جور شد، بعد از او حکومت هایی که در داخل جور شد که بعد از انتخابات با چند ماه نتیجهش معلوم نمیشد. امیتر کدام یک حکومت میخواه با ما بگو، نتانسته که بگویه که ما ایتور یک حکومت میخواه مثل پلان. گفتیم خود منطقه خود با ما بگو، مثل کدام کشور واری حکومت شما میخواه. ورام نتانسته که بگویه که کدام حکومت که در منطقه هست خوب با انتخابات و با رضایت و با نمو اصولی که اونها میخواه با او برابر است، و هم نداره. گفتی که شما یک نمونه و یک مدل پیش کرده نمیتانی، پس چرا نمیتونی یک سوال میکنی؟ ما خو میخواهیم که مردم افغانستان آرام شوه، کشور آرام شوه. ما مثل افغانستان مثل یک مریض واری هست که بسیاری از دوایی به او تجربه شده، ولی ما به او دوا ضرورت داریم که علاج شوازو، که علاج مرض افغانستان شوه. پس باز هم الحمدلله کوشش جریان داره. یه جای خوشی هست که ما و شما در یک اتاق، در یک گیلم، در یک مجلس با یک دیگه چیزی که در دل داریم روبرو میگیم و درباره آینده کشور عزیز، درباره شرایط فعلی که جریان داره با یک دیگه همکار هستیم. یعنی باور بکو هر حادثه ای که پیش میشه در ساحات اهل تشیع با او اندازه رنج و تکلیف و درد داره در دلهای مسئولین امارت اسلامی افغانستان، مثل که در خانه خودش پیش شده. حتی در بعض جاها نمایش نمیگیریم، از بعض مسئولین کمکی شکایت تازی می آید که کمکی تیزی میکنه، شوخی میکنه، فوراً بدل میشه به این خاطر که مردم آزار نشود، به این خاطر که الحمدلله یک چانس و یک زمینه مساعد شده. ما همیشه میگم که پیش از افغانستانی چارواک یا مسئولین حکومت بود، زیرا اگر مسئولین حکومت خواست کس در افغانستان زندگی کرده میتانست، اگر نمیخواست نمیکرد. اگر کس مخالف حکومت می بود و در افغانستان حق زندگی را نداشت. ولی حالا ما با تمام افغان ها و مردم افغانستان اعلان کردیم که برادر، یه ضرور نیست که تو خامخا
با امارت اسلامی افغانستان جور هستی یا نه جور، حمایت میکنی یا نمیکنی، خب کشورتان است. هر کس با عزت و با ابرو و با زندگی خود، در خانه خود، در باغچه خود و در قریه خود و در قبرستان خود زندگی کرده و غم و شادی را تیر کرده میتونه. این یک فرصت است. شما دیدی اینمی تنها کابل به اینمی بزرگی که داره، با این چند میلیون نفوس که اینجا هست، یک تحول آمده، یک قطره خون ریخته نشد. یک مامور حکومت با این نام که تو سابق در حکومت سابقه کار کردی کشته نشد. بعضی رسانه ها خبر میده که اونجا یک نفر از تو گرفتار شد و چی شده و چی شده. و حقیقتی است که اکثر کدام جنایتی که نو کرده باشه با او گرفتار شده، یا کدام کس قتل شده، یا دشمنی شخصی داره، یا دیگر مشکل روبرو شده از طرف حکومت. حتی به هر مسئول امارت اگه ثابت شوه که فلان کس را غیر ناحق ضرر رسانده یا اسیر کرده یا قتل کرده، و محکمه میشه. پس در این حالات ما و شما میتونیم که انشاءالله یک آینده خیلی خوب داشته باشیم. ما و شما الحمدلله زمین و خاکی خوب داریم، آب شیرین داریم و معدنیات فراوان داریم و حکومتی که داریم خیانت و اختلاس در او نیست. در اینمی وقتا که ما الحمدلله کامیاب شدیم، یعنی در تمام افغانستان از یک چیز قحطی نآمده الحمدلله. پیسه ما و شما در مقابل دلار به 130 افغانی رسیده. علی الحمدلله پس آمده شما میبینی. و تجارت روز به روز با کشورهای منطقه زیاد میشه. افغانستان علی الحمدلله یک نقطه وصل در مابین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی شده. ترانزیت از راه شروع شده. شما میبینی به صدها موتر از حیرتان و از شیرخان بندر و از تورخم با یک و دیگر کشورها میره. امیدوار هستیم که این حالت روز به روز خوبتر میشه. امیدوار هستیم که آینده بسیار خوب و خوش داشته باشیم. خداوند ما و شما را از مشکلات